جان زنده می شود زی دم جان فضای صبح. گویا دم امید بود در هوای صبح. صبح است و خیز تا سوی تیریزه رو کنیم، زان پیش کافتاب رسد از قفای صبح. لحظه ها با گذشت وقت سپری شدند. نورهای خورشید عالمگیر باز ما را به یک صبح زیبا و فرخنده رسانید. السلام علیکم بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان. این صبح شکفتنها، صبح بهاری وطن را برای هر یک شما مبارک و فرخنده میگوییم. اینک باز مهمان شماییم با برنامه صبحگاهی صفای سحر. بله تماشابینان عزیز، امیدواریم که شما با طبع خوش و بالیده از خواب خود برخستید و به تماشای برنامه ما شروع نمودید و با شما در این روزی زیبا و با صفا سربلندی، سلامتی و کامیابی های زیادی را آرزو مندیم. بله، بگذار آغاز هر یک صبح، مخصوصا صبح شما بینندگان عزیز، با طبع خوش و بالیده آغاز شود تا شما توانید همه آن آرزو نیت‌های نکو که در دل دارید به خوبی انجام دهید. و تماشابینان عزیز، برای طبع شما را باز هم خوشتر ساختن، بیایید برنامه را با شنیدن یک سرودی زیبا آغاز میکنیم. بعد از چند لحظه باز برمیگردیم به ادامه برنامه. سوگند
حفظ وطن، حمایه منفعت دولت، تحکیم استقلالیت، امنیت و اقتدار مدافعوی آن وظیفه مقدس شهروند است. آمده است در ماده 43 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان. واقعا مفهوم وطن و وطن دوستی برای هر یک ملت و قوم خیلی عزیز بوده، مضمون خیلی عمیق دارد. زیرا وطن سرنوشت و قسمت هر یک انسان است. وطن افتخار، شان و شرف، ثروت بی‌بهاست و در برابر مادر مقدسات والا بوده در سرنوشت انسان نقش حل کننده دارد. وقتی ما درباره وطن دوستی سخن میگوییم، پیش از همه محافظت وطن پیش نظر میآید. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مورد قید نمودند. برای نسل نورس یکی از مهمترین مکتب آب و تاب حیات خدمت در صف قواهای مسلح مملکت است. محض در همین جا جوان پسران شجاعت و مردانگی آموخته مقدسترین ارزش حیات، دوست داشتن و صادقانه محافظت کردن خاک پاک وطن عزیز را یاد میگیرند. ما باید از مکتب نسل‌های کلانسال سبق وطنداری و بنیادکاری ها آموزیم. دوستی و رفاقت، همگرایی، صبر و تحمل، زیرکی سیاسی، وطن دوستی و خویشتن‌شناسی، افتخار ملی، دانش‌اندوزی و خودآگاهی باید خصلت‌های مهمترین جوانان ما باشد. دوستداری، محبت و صداقت بی‌اندازه جوانان کشور است که با آغاز معرکه دعوت بهاری شهروندان سالهای تولدشان 1997 2006 جمهوری تاجیکستان به خدمت حتمی حربی در شهر و ناحیه‌های کشور در روزهای نخستین دعوت تعداد زیادی جوانان به کمیسیونرهای حربی حاضر شدند. نتیجه کارهای فهماندهی، چاره‌بینی‌های سیاسی و وطنپروری در بین شهروندان است که در روز نخستین دعوت به صف قواهای مسلح جمهوری قسمی از شهر و ناحیه‌ها از اجرای نقشه دعوت خبر دادند. طبق اطلاع این سال شماره جوانان سن و سال دعوتی نسبت به طلبات قواهای مسلح خیلی زیاد بوده. این به مسئولین مقامات وابسته دولتی دعوت امکانیت می‌دهد که از بین آنها بهترین ها جدا کرده شوند، چون که نتیجه های چاره‌بینی های دعوتی به وضع آمادگی قواهای مسلح تأثیر بی‌واسطه می‌رساند. از این سبب مسئولین دعوت وظیفه‌دار گردیدند که تنها جوانان سالم و بردم و بالایوقت را دعوت، انتخاب و به صف قواهای مسلح گسیل نمایند. این نقطه قابل توجه است که طی سالهای اخیر شماره جوان پسران اختیاری به صف ارتش ملی افزون گردیده، شهروندان بعد گرفتن اولین دعوتنامه به کمیسیون‌های دعوتی حاضر می‌شوند. این از آن شهادت می‌دهد که مسئولین مقامات وابسته این چاره‌بینی مهم سیاسی از یک موسم تا موسم دعوت دیگر موافق به طلبات ماده 28 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی که گذرانیدن آموزش پیش از دعوتی و آماده نمودن شهروندان سن دعوتی را برای ادای خدمت حربی در صف قواهای مسلح در بر میگیرد، کارهای زیادی را عملی نموده ذخیره دعوت شوندگان را در ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های جمهوری معین و مشخص نمودند. مورد به ذکر است که همساله در جمهوری تاجیکستان دعوت و گسیل شهروندان جنس مرد از 18 تا 27 ساله به خدمت حتمی حربی در دو موسم برگزار کرده می شود. از جمله دعوت بهاری شهروندان به صف قواهای مسلح از 1 اپریل آغاز گردیده تا آخر ماه می ادامه می یابد و دعوت تیرماهی باشد از اول ماه اکتبر شروع گردیده در آخر ماه نوامبر به انجام می رسد. باعث افتخار است که امروزها در صف قواهای مسلح جمهوری هزارها جوانان از جهت جسمانی آب و تاب یافته، زیرک و چالاک و دارای تربیت بلند وطن دوستی و افتخار ملی سربلندانه ادای خدمت میکنند که با نیروی خود در تحکیم صلح و آرامی کشورمان حصه مناسب خویش را گذاشته ایستادند. خدمت در صف ارتش ملی قرض وجدان و حق فرزندی هر یک جوان دلیر و قوی اراده جمهوریمان است. тамошобинони азиз, оё медонед ки ҳарчанде ки абрҳо ин қадар сабук менамоянд, вале дар ҳақиқат ба ҳисоби миёна вазни як абр ба 500 000 килограмм мерасад.
واقعا هم بینظیر در نظر ما ابرها خیلی سبک می‌نمایند، مخصوصا هنگامی که باد آنها را از یک منطقه به منطقه دیگر میبرد. دلیل دیگر را من وابسته به محصولات خوراکواری میخواهم اینجا پیشنهاد کنم. وابسته به شکر معین کرده شده است که یک نفر در طول یک سال 40 کیلوگرم شکر استعمال میکند با نظر داشتی شکری که در ترکیب نمودهای گوناگون رستنی‌ها موجود است. در حقیقت این هم یک دلیل خیلی جالب است و فکر میکنم که تماشابینان ما به حیرت افتادند و این از آن درک میدهد که ما باید هر یک محصولات را با معیار استفاده بریم تا که به ما ضرر نرساند. تماشابینان عزیز، اینجا بخش دلیل های جالب را پیشنهادتان میسازیم. این بخش محض برای آن نفرانی اند که میخواهند معلومات های نو به نو را آموزند. خوب، بخش پیشنهادتان است. صبح بخیر دوستان عزیز. امروز ما تصمیم گرفتیم تا شما رو با یک چند دلیل های جالب و ناتکراری خود آشنا سازیم. اگر شما آماده اید، پس بیاید آغاز میکنیم. آیا میدانید از یک درخت تقریباً 160,000 قلم آماده کردن ممکن است؟ تجربه های طبی نشان می دهند که قریب 8% آدمان روی زمین قبرغه ایلاوگی دارند. طبق یک چند نشاندادهای طبی، معاینه سر انسان تا 25 سالگی انکشاف می یابد. آیا می دانید بامبوک از همه زود انکشاف می‌یافتنی در روی زمین به حساب می رود؟ آیا می دانید بدون انگشت خوردی شما 50% قوه دستی خود را از دست می دهید؟ تجربه ها نشان می دهند که بنان یگانه میوگی می باشد که آدمان حتی کودکان به آن حساسیت یعنی الرژی ندارند. آیا می دانید رکورد جهانی نگاه داشتن نفس 22 دقیقه و 30 ثانیه را تشکیل می دهد؟ تحقیقات ها نشان می دهند که قلفینه حجره های معاینه سر انسان را از پیر شدن امی نگاه می دارد. بینندگان عزیز، اینها بودند یک چند معلومات های عجیبه که این صبح ما پیشنهاد شما نمودیم. بخش های دیگری برنامه ما ادامه دارند. با ما بودن رو فراموش نسازید. جانوران یک جزئی طبیعت می باشند و فایده آنها به خود طبیعت و به حیات آدمان خیلی زیاد است. مخصوصا در فصل بهار ما پرنده های زیادی را مشاهده می کنیم و به حساب میانه در جمهوری ما 349 نمودی پرنده ها وجود دارد. بله، با گرم شدن هوا همکنون پرندگان از منطقه های دور به کشور ما سفر می کنند. امروز ما الکی مشاهده می کنیم که پرستو که در بعضی منطقه ها آن را فراشتروک نیز نام میبرند به کشور ما آمده است و در حوله و طاقهای خانه ها، در ایوان خانه ها الکی لانه گذاشته ایستاده است. واقعا هم دقت هر یک انسان را حیات این جانوران زیبا به خود جلب میکند. واقعا هم پرستو یک پرنده خیلی زیبا می باشد و از قدیم بین مردم یک اندیشه است که خانه‌ای که در بامی آن فراشتروک لانه خود را گذارد
آن خانه پر از فیض و برکت می شود. و تماشابینان عزیز، همه ما امیدواریم که فراشتروک لانه خود را در بام خانه شما گذارد و شما همیشه موفق، کامیاب و خانه شما همیشه پر برکت باشد. بینندگان گرامی، در صفحه نوبتی برنامه وابسته به این پرنده خیلی زیبا یک چند معلومات میگیریم. مرحمت. صبحتون بخیر بینندگان گرامی. در بخش نوبتی به شما درباره پرنده فراشتروک پرستو معلومات می‌دهیم. فراشتروک پرنده خردی تیزپرواز بوده، بالهای تیز و دومی درازی قچی مانند دارد. درازی بدنی این پرنده 14-19 سانتی متر بوده. پهنایی بالهایش تا 30 سانتی متر را تشکیل داده 17-20 گرم وزن دارد. به عائله فراشتروک‌ها و قطاری گنجشک شکلان منسوب است. پرنده وسیع پهن شده بوده، بجز از استرالیا و انتارکتیدا در همه قطعه‌های دیگری کره زمین وامی خورد. به گروه پرندگان کوچنده منسوب است. زمستان را در افریقا، آسیای جنوبی و اندونزیا پس سر می کند. در تاجیکستان اولی ماه مارت پریده می آید. این پرنده با محیط زیست مطابقت زیاد دارد. فراشتروک با نام پرستو نیز در بین مردم معمول است. این پرنده از آمد بهار مژده می رساند و در بین مردم چون پرنده مقدس محبوبیت زیاد دارد. از قدیم الایام در بین مردم عقیده ای هست که در خانه‌ای که پرستو لانه می کند مهر و محبت و صمیمیت پایدار است. لانه فراشتروک نیمکره مانند بوده، از لاندچه های لای در دیوار و شیفت بنا ساخته می شوند. داخل خانه با خس، شاخچه رستنی، پر و موی گسترده می شود. اول های ماه اپریل فراشتروک 4-5 تخم می گذارد. چوجه ها پس از 12-13 شبانه روز از تخم می برآیند و قریب 20 شبانه روز پرورش کرده می شوند. فراشتروک پرنده سرحرکت بوده، در یک روز تا 300 مرتبه چوجه ها را با خوراک تأمین می کند. فراشتروک وقتی زیادی خود را در پرواز گذرانیده، طعمه خود را نیز هنگام پرواز در هوا پیدا می کند. سرعت پرواز آن تا 120 کیلومتر را در یک ساعت تشکیل می دهد. فراشتروک خصوصیت پیشگویی کردن وضع آب و هوا را نیز دارا می باشد. مشاهده کرده می شود که اگر فراشتروک در هوا پست پرواز کند، آن روز باران می بارد و اگر در هوا بلند پرواز کند، آن روز آفتابی خواهد شد. فراشتروک پرنده فایده رسان بوده، اساساً از حشرات، مگس، ملخ، شپلک، خاموشک غذا می گیرد. طی سالهای اخیر سرشمار فراشتروک در محله‌های اهالی نشین تا رفت کاهش یافته و تنها مناسبت خیرخواهانه انسان می باشد که در حفظ و نگهداری پرنده نقش مهم داشته باشد.
дар фасли баҳор нисбат ба фасли зимистон мо манзараҳои тамоман гуногунро мушоҳида мекунем. махсусан дар моҳи апрел даштҳо хеле зебо мешаванд ва онҳо пур аз гулҳо мешаванд ва кас бо тамошои онҳо таби хуш мегирад. вале ин манзараҳо як имконияти хеле олӣ ва хубе аст барои рассомон ва ҳунармандон ки метавонанд тамоми зебогиҳои кишварамонро дар рӯи коғаз тасвир кунанд. воқеан ҳам беназир ҳар як фасл ба худ зебогиҳои хос дорад. барои мисол манзараи зимистон агар бо он барфҳои сафеди хеш диққати моро ба худ ҷалб кунад, албатта тирамоҳ бо айёми ҳосилгундорӣ ҳар як нафарро ба худ мафтун месозад. хуб, тобистон аллакай маълум аст ва баҳор ки айёми шукуфтанҳост, фикр мекунам ки бештари нафарон ин фаслро дӯст медоранд ва он нафароне ки завқ доранд, ҳавас доранд ба ҳунари зебои рассомӣ, мехоҳанд ки рӯи авроқи сафед чизеро тасвир намоянд. фасли баҳор имконияти хеле хуб аст барои сайқал ва рушд додани ин ҳунари онҳо. дар ҳақиқат фасли баҳор як фасли хеле зебо аст ва нафарони зиёде ин фаслро дӯст медоранд. тамошобинони азиз, бахши мӯъҷизаи рангҳо аст пешниҳодатон. биёед ҳамроҳ ин бахшро тамошо мекунем.
дар замони мо диққат ба таҳсили хурдсолон бештар шудааст ва мо аллакай мушоҳида мекунем ки падару модарон фарзандони худро ба ҳар гуна марказҳои инкишофи кӯдакон мебаранд, то ки аз хурдсолӣ зеҳни онҳо қавӣ шавад. Албатта тамошобинони азиз, агар мо аз хурдсолӣ ба омӯзиши илмҳо машғул шавем, бо гузашти солҳо аллакай комилтар шудани дониши худро ва қавӣ шудани зеҳни худро мушоҳида мекунем. воқеан ҳам ин дуруст аст беназир. имрӯз бояд падару модарон бар он кӯшиш кунанд ки аз хурдсолӣ барои тақвият ва рушд додани зеҳни кӯдакону наврасон фарзандони хеш талош намоянд. барои ин метавон ки бозиҳои гуногуни шавқоварро анҷом дод, ба ҷои оне ки албатта ба бозиҳои бемаврид, махсусан дар телефонҳои мобилӣ кӯдакону наврасон машғул мешаванд. хуб аст ки онҳо ба ҳар гуна бозиҳои зеҳнӣ машғул шаванд, махсусан шояд бозии шоҳмот бошад, шояд бозиҳои махсуси математикӣ бошад. бинандагони гиромӣ, ба хотири санҷидани мустаҳкамии зеҳни шумо мо саҳифае дорем дар барномаи субҳгоҳии Сафои Саҳар бо номи санҷиши зеҳнӣ. фикр мекунам ки бештари кӯдакону наврасон маҳз ҳамин саҳифаи барномаро мунтазир мешаванд. хуб тамошобинони азиз, биёед ин бахшро тамошо мекунем ва зеҳни худро месанҷем. салом бинандагони азиз, имрӯз боз як тести дигарро барои муайян кардани сатҳи қавигии хотираи шумо анҷом медиҳем. ба расмҳои пешниҳодшуда бо диққат нигаред ва таваҷҷӯҳи худро бештар ба ҷузъиётҳои дар расмҳо буда ҷалб кунед. ҳисоб кардани ҷавобҳои дурусти худро фаромӯш насозед. агар шумо омодаед, пас биёед оғоз мекунем. ба тасвири дар экран буда ба хубӣ таваҷҷӯҳ кунед. мегузарем ба тасвири дигар. саросима нашавед, шумо ба андозаи кофӣ вақт доред. боз назар мекунем ба расми навбатӣ ва кӯшиш мекунем то ҷузъиётҳои дар он бударо дар хотир гирем. тасвири чорум, бо диққат нигоҳ мекунем. акнун мегузарем ба расми охирон ва ба хубӣ ба он тамаркуз мекунем. ин лаҳза бошад биёед ҷузъиётҳоро ба ёд оварда ба саволҳо ҷавоб медиҳем. охир онҳо ҷузъи асосии бахши мо ба ҳисоб мераванд. оё тамғаи ноутбукро дар ёд доред? ҷавоби дуруст дар тасвир тамғаи ноутбук нишон дода нашудааст. мегузарем ба расми дигар. ба гуфти шумо дар пушти доира чӣ истодааст? ҷавоби дуруст дар пушти доира ҷевони китобҳо ҷойгир аст. таваҷҷӯҳ мекунем ба тасвири навбатӣ. оё нимкати дар пушти доира буда чӣ ранг дорад? ҷавоби дуруст нимкат ранги сабзро дорад. назар мекунем ба тасвири дигар. оё ҷевон чанд тоқча дорад? ҷавоби дуруст ҷевон 2 тоқча дорад. мегузарем ба сатҳи каме мушкили бахши навбатӣ. ба гуфти шумо дар гулдон чанд гул аст? ҷавоби дуруст дар гулдон 3 гул аст. акнун биёед мебинем ки шумо соҳиби чанд хол гаштед. натиҷаҳо: агар шумо соҳиби 15 хол гардидед,
شما دارای خاطره حیرت انگیز هستید و دیگران به شما بسیار وقت حسودی میکنند. اگر شما صاحبی از 14 تا 11 خال گردیدید، شما دارای خاطره عالی هستید. شما به خوبی همه گونه نقش ها را به خاطر گرفته می توانید و به آسانی آنها را به زبان آورده می توانید. اگر شما دارای از 13 تا 8 خال گشتید، شما خاطره خوب دارید. شما به مشکلی همه چیزی را که می بینید به خاطر می گیرید. اگر شما صاحبی از 7 تا 5 خال گردیدید، متاسفم ولی شما باید جدا به انکشاف دهی ایمنی سری خود مشغول شوید. هیچگاه نگران نشوید. همه کار راهی حل خود را دارد. بینندگان عزیز، در اینجا بخش نوبتی برنامه ما به آخر می رسد. بخش های دیگری برنامه ما ادامه دارند. با ما بودن را فراموش نسازید. بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان، باری دیگر صبح زیبای وطن برای هر یک شما مبارک و فرخنده باشد. باور داریم که در این صبح زیبای بهاری وطن طبع شما بالیده است و کوشش کنید که خواب‌آلودی را از خود دور سازید و پی انجام دادن عمل‌ها و نقشه‌هایی که دارید البته کمر همت بندید. درست است تماشابینان عزیز، امیدواریم که برنامه ما به شما پسند آمده ایستاده است و طبع خوش شما برای ما خیلی مهم باشد و ما همیشه کوشش میکنیم که با بخش های برنامه طبع شما را باز هم خوشتر سازیم. و تماشابینان عزیز، بیایید همراه حاضر یک صحنه هجوی را تماشا میکنیم و طبع خود را بالیده میسازیم. شو اسکندر کتاب میخوانی. عالم شدنی اسکندر؟ نباشد سوال جواب بکنیم. چی گفتی؟ کتابت یک طرف اما. خب من به تو یک زرگوش دادم، بعد دیلم سوخت و با دو تای دیگر دادم. بعد خانه رفتم فکر کردم که کم دادم، با 3 تای دیگر گرفتم آورده تو با دادم. تو چند زرگوش داری؟ من؟ بله. 7 زرگوش دارم. درست‌تر فکر کن. درست فکر کنم. باز یک بار دیگر سوال می‌دیم. من به تو 1 زرگوش دادم، بعد دیلم سوخت 2 زرگوش دادم، بعد خانه رفتم 3 زرگوش دیگر گرفته آورده دادم. تو چند زرگوش داری؟ فکر کن. درست‌تر. من 7 زرگوش دارم. مایلش سوال دیگر خیلی می‌دیم. من به تو 1 سیب دادم، بعد 2 سیب دادم، بعد 3 سیب دیگر کندم و تو به دادم. چند سیب من به تو دادم؟ تو چند سیب داری؟ 6 سیب. بفری درست؟ ها آخر انا همین سوالا باز به اصل پیشتر میگردونیم. من به تو 1 زرگوش دادم، بعد 2 زرگوش دادم، با 3 تای دیگر دادم. چند زرگوش داری؟ 7 زرگوش. و سوز فکر کن. من به تو 1 زرگوش دادم، بعد 2 زرگوش دادم، ثانی 3 زرگوش دادم. چند زرگوش من به تو دادم؟ برای چی؟ اینجا 6 سیب، اینجا 7 زرگوش. سوال 1 تا. من در خونه 1 زرگوش دیگر دارم آخر. با آغاز هر صبح شاد باش و بخند. دوست بدار، فراموش کن، مهربان باش. هر صبح خورشید فریاد میزند: ای انسان ها، کتاب زندگی چاپ دوم ندارد. پس تا می توانید دوستانه، خالصانه و شکرانه زندگی کنید.
بله بینندگان گرامی، ما تمنا و آرزوی آن را داریم که کتاب زندگی شما سراسر پر از خوشی ها، پر از فیض و برکت و پر از مهر و محبت باشد. این لحظه ها انجام برنامه صبحگاهی صفای سحر است. باور داریم که همه آن سوژه و بخش هایی که پیشنهاد شما گردید البته چیزی از آن برداشت کردید. شما امروز می توانید طریق شبکه بهارستان بهترین برنامه های تلویزیونی، البته کودکان و نورسان می توانند فیلم های تصویری و هنری اینچنین برنامه های رنگ و رنگ ما را پیگیر باشند. در حقیقت تماشابینان عزیز، هر یکی ما باید وقت خود را قیمت دانیم و این نه فقط برای نورسان بلکه به کودکان خردسال نیز دخل دارند که از خردسالی وقت خود را برای فایده خود استفاده برند. بزرگترین ارزش را در این جهان وقت دارد. پس به قدر هر یک لحظه زندگی برسیم. همیشه موفق، کامیاب، سلامت و سربلند باشید. روزی خوب و پر از لحظه های شادی بخش داشته باشید. تا صبح دیگر خیر. تو ما را سپر نوشی تو شیر و شکر نوشی تو شیر و شکر پرچمت بالای سر باد لا 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 باقی بختت پر ثمر باد ننگی تو ما را سپر باد نوشی تو شیر و شکر باد تاجیکستان تاجیکستان ملکی شادی ملکی احسان ملکی نیکان ملکی پاکان تاجیکستان 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 ملکی زرخیزی نیاگان مادری جان بهتر از جان تاجیکستان تاجیکستان شادی ملکی احسان ملکی نیکان ملکی پاکان تاجیکستان 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 تاجیکستان